بالاخره واقعا سخت‌ترین کار ستاپ ضبط برای پادکسته. اولین بار اونم. آره واقعا یکی از سخت‌ترین کارام بود. همیشه سخته. خب شروع کن. بذار یه نفسی بکشم. واقعا این حجم عظیمی از استرسی که بهم وارد شد. میکروفون خیلی دوره ازم. بذار بیام نزدیک‌تر. بیارش نزدیک‌تر. خودت بیا نزدیک‌تر. خودم بیام نزدیک‌تر. نه اوکیه. اوکیه. آره. یه فکر کنید دستم بخوره ضبط نکنه دیگه. نه اوکیه. اصلا یکی از سخت‌ترین کارهایی که واقعا تو زندگیم الان کردم میدونی چی بوده؟ یکی این که با ترس اجتماع گریز بودنم باید کنار می اومدم برای این ضبط کردن پادکست. این واقعا برای من خیلی سخت بود و یکی هم ستاپ بود. یعنی با این چیزی که ما داریم الان ضبط میکنیم واقعا مشخصه که چقدر کارمون یونیکه. میدونی هنوز شروع نکرده تعریف نکن از خودت. چش میخواد. بذار 2 تا اپیزود بدی بعداً تعریف کن. آره نه میریم برای اپیزودهای بعدی هم میریم، ولی فکر نمی‌کنم دیگه اپیزودهای بعدی به این سختی باشه واقعا. 100%. اینم بگو که 40 دقیقه فقط میتونی ضبط کنی. آره و یه خاطره‌ای هم بگم قبل از اینکه موضوع پادکستمون شروع بشه. این بود که من نزدیک چند دقیقه فقط لپتاپ گذاشته بودم رو سطل آشغال که این شارژ بشه. میگیرید این یعنی چی؟ بچه‌ها واقعا یکی از سخت‌ترین کارا همینه. اصلا غرورم انگار شکست. خود خانومی که پایین بود داشت اینجوری نگاه می‌کرد. خدا خانم تا حالا تو محیط پابلیک ویدیو ضبط کردی؟ منم تجربه شدم. یه بار این کار انجام دادم. مربوط به چند سال پیش بود که تازه یوتیوب استارت زده بودم و اینجور بودم که گفتم بذار یه ولاگ ضبط میکنم از یکی از تایلندایی که تازه اومده بود توی خرمشهر، ولی خیلی واقعا بد بود. نتیجهش فاجعه بود. معلومه که خب نتیجه فاجعه باری بود که اصلا دوست ندارم. من اولین بار توی جای پابلیک، البته خب اینجا هیچکی نیست، عملاً خودمونیم و خودمون در بازه. الان گرما میاد تو دقیقاً خیلی به نظرم بدیه. درو اگه من ببندم. نه من میرم. مرسی. هنوز تو پشت صحنه ایم ما. چه وضعیه؟ دره برق داره، با دستمون کاغذی بستش، آبم نداریم. خوبه ولش کن. جالبه که اون دره هم بازه. اونو ولش کن. بچه‌ها من این قضیه دستمال کاغذی هم توضیح بدم. بابا این درا برق دارن. من 2 بار دست دادم برق گرفتم. اگه میمردم گرفتم. این تی اضافی از کجا اومد؟ شما داری ادبیات فارسی رو زیر سوال میبری. حاجی فکر کنم جات سی خورد این ورتر اومد. آره باید ببین از اونجا شروع بکنیم که موضوع این اپیزود با من بود دیگه. موضوع رو من دادم و قضیهش برمیگرده به تایمی که من یکی از موزیکای جان لنون رو گوش دادم. نمیدونم میشناسیش یا نه. آره یه آهنگ داره به اسم ایمجین. بعد راجع به خیلی آدم چیزی بوده، آدم صلح طلبی بوده، یکی از مخالفای جنگ با ویتنام بوده، خیلی آدم چی میگن، صورتش هم نگاه بکنی خیلی مهربون و فلان اینا به نظر میرسه. خلاصه که یه آهنگی داره به اسم ایمجین. درسته. این آهنگ یه جورایی میشه گفت که موزیک ملی کل دنیاست. راجع به یک دنیای بدون مرز صحبت میکنه، دنیایی که هیچ مرز سیاسی توش تعریف نشده. مثلا توی یکی از تیکاش میگه که Imagine there is no country. درست گفتم؟ تقریبا درسته. اوکیه، ما مخاطبامون همه آیلتس حرف دارن. اوکیه خب من شاید تلفظم درست نباشه. آره تصور بکن که هیچ کشوری توی دنیا وجود نداشته باشه و همه یک شکل و یک پارچه باشن. یه ایده‌ایه که برمیگرده به 2400 سال پیش، میگه توسط یکی از دانشمندای زمان یونان باستان مطرح میشه و خب توش دقیقاً همین قضیه. فکر کن 2400 سال پیش یه نفر اومده بوده میگه که تصور بکن که هیچ مرز سیاسی وجود نداشته باشه و ما متعلق به تمام جهانی. خب قضیهش هم برمیگرده به یه صحبتی که داشته، مثل این که ازش میپرسن که خب تو اهل کجایی و برمیگرده میگه که من
اهل جهانم، من جهان وطنم. یعنی خودشو چیز نمیکنه، محدود به یک لوکیشن نمیکنه، میدونی؟ خیلی دیدگاه عمیقیه اگه بهش نگاه بکنی. دقیقاً، ولی خیلی رویاییه. من فکر میکنم همچین چیزی خیلی دور از واقعیت باشه، چون فکر کنم کلی زبونهای مختلف وجود داره تو دنیا، فرهنگ‌های مختلف وجود داره و تو بخوای همه اینا رو یکی در نظر بگیری به مشکل میخوری دیگه. البته که خب مثلا ایران رو نگاه بکنی، ما با فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم و عمدتاً مشکل خاصی به وجود نمیاد. خب یعنی هستیم کنار هم دیگه، چند هزار سال قومیت‌ها کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم، هیچ مشکلی هم به اون شکل جدیش نبوده. اینو شاید بتونیم تو دنیا هم پیاده بکنیم، یعنی بگیم که آقا کل دنیا هم این شکلی باشه، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف کنار هم دیگه زندگی بکنن و مرز سیاسی تعریف آنچنانی نداشته باشه، مرز سیاسی وجود نداشته باشه. خیلی بینش عمیق و جدیدیه برای من این چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی جهان بدون مرز. و ببین ما ایرانی‌ها کلا خصلتمون واقعا اینجوریه که میتونیم با خیلی ها سازگاری داشته باشیم. خب به نظر من یعنی خیلی آدمای منعطفی هستیم، راحت میتونیم بپذیریم یک سری چیزها رو و نسبت به اونا حتی ممکنه گارد هم نگیریم و مثلا چیزای خودمون هم به قول گفتنی داشته باشیم. آره خیلی واقعا رویاییه حرفت هم به نظر من که جهانی بی‌مرز داشته باشیم. فکر می‌کنی چرا رویاییه؟ چرا میگم رویاییه؟ خب ببین از نظر من چون ما هممون بدبختی اینجاست که گیر سیاست‌هایی افتادیم، خب گیر عقایدی افتادیم که چطور بگم، اگه به زبون خودمون امروزی بخوایم صحبت کنیم خیلی زنگ زده است. خب یعنی میگه که آقا من برترم، یکی میگه آره زنگ زده نیست. آفرین. خب تا وقتی که این بینش من برترم وجود داشته باشه طبیعتا این خیلی رویایی به نظر میرسه که همه یکی باشیم. خب اونو عبین میبره دیگه. اون چیزی که داره میگه جهان وطنی دقیقا همینه که میخواد بگه که آره ما متعلق به جهانیم، متعلق به یه چیز نیستیم، به یه جغرافیای خاصی که توی یک سری جنگایی که من توش نقش نداشتم به وجود اومده نیستیم. نگرش جالبی اتفاقا، حتی ممکنه شاید نمیدونم، اینو میخوام نظرتو بدونم راجبش، شاید ملیگرایی رو زیر سوال ببره که تو بیای بگی آره من متعلق به این خاکم و اینا رو خورده زیر سوال ببره. خب ببین این جوابش رو میتونیم با یه سوال بدیم به نظر من. قدیم ها مثلا میلیون ها سال پیش انسان ها چجور مگه زندگی میکردن؟ مگه چیزی تحت عنوان مرز وجود داشت؟ مگه قومیت وجود داشت؟ حالا من نمیدونم این انسانای نئاندرتال بودشون. آره نئاندرتال که آیا اینا اصلا مثلا خودشونو حالا به قول گفتنی میگن انسان خردمندی نبودن به اون صورت، ولی خب بازم یه خورده پیشرفته تر بودن و خودشونو محدود به مرز نمی‌کردن. خواستم خب وقتی اونا تونستن ما از کجای تاریخ یهو به این رسیدیم که باید مرز داشته باشیم؟ بستگی داره که تو این مرزا رو چطور تعیین کنی. خب اونا تو یک سری قبیله‌های خاص بودن و یک سری جای خاص زندگی می‌کردن. تو حیونا هم این وجود داره. یارو نمیدونم چه حیوانیه میره ادرار میکنه اطراف قلمروش، نمیدونم دقیقاً یادم نمیاد چه حیوانیه که میگه آقا اینجا برای منه. تو خوابگاهمون تو دانشگاه اینجوری هر کسی هر جا میرم ادرارشو میکنه میگه آقا اینجا محدوده منه. خب اینجا برای منه. طبیعتاً این من فکر میکنم توی چیز انسانه، توی بگو ذاتشه، تو ذاتشه. یه واژه دیگه هم هست بگو. تو بنیشه، تو ریششه، نه تو خصلتشه. بچه من کلمه کم آوردم. نه میدونه من خیلی فراموش کردم، ممکنه یادم بره کلمه ها رو، کلمه های ساده. خلاصه که آره تو ذاتش هم اوکیه، تو ذات انسانه. درسته. یعنی انسان با این متولد شده. تو اگه اینو انسان بگیری شاید هویتش رو ازش بگیری، واقعیتش رو ازش بگیری. و فکر میکنم که این ایده یک جهان، یک شکل و یک پارچه خیلی ایده دوری باشه و غیر ممکن باشه. البته که یک سری چیزا مطرح شد بعد از حالا اون تئوری، اون کسی که تئوری
جهان وطنی رو مطرح کرده بود 2400 سال پیش، اسمش دایوجنس بود. خب بعد از دایوجنس این ایده رو یک کسی به اسم امانوئل کانت میاد چیز میکنه، میاد کاملش میکنه این ایده رو، و چیزیه که ما الانم داریمش، یعنی یک جهانی با یک سری حقوق انسانی مشترک. خب الان نگاه بکنی خیلی چیزا تو جهان، تو خیلی از کشورها مشترکه، یکیه، میدونی، حتی حالا و خلاصه که ایدهش کامل شده، ایدهش اینه که در واقع ارزش جان یک انسان به یک جغرافیای خاص نباید چیز بشه، محدود بشه. آره خلاصه که اون مال یونان باستان بود. این برای یه امپراتوری به اسم پروس، یک پادشاهی بود توی اروپا که اون متعلقه به اونجاست، یک شهری بوده توی روسیه الان و خب متعلقه به اونجاست. این کسی که امانوئل کانت که اومده این ایده رو کامل کرده، در واقع ایده جهان وطنی. حالا اگه بخوایم خیلی فلسفی و واژه چیز سرش هم بگیم، مطرح کنیم، بهش میگن که کاسموپولیتنیسم. آره کاسموپولیتنیسم در واقع همون جهان وطنیه، همون ایده‌ای که امانوئل کانت کاملش کرده بود. چیزیه که الان میشه انجامش داد، یعنی مرزهای سیاسی وجود دارن، اون قلمرویی که توی ذات انسان بوده، چیزی که راجبش گفتیم وجود داره، اما خب یک سری حقوق یک شکل انسانی هم باز اونم وجود داره توی دنیا، یعنی اونا رو هم باید در نظر بگیریم، اونا هم داشته باشیم، با اونا زندگی بکنیم. اینم اضافه بکنم که با پیشرفت تکنولوژی، اومدن سوشال مدیا و چیزهای دیگه که خیلی راحت میتونیم با اونور جهان ارتباط بگیریم، طبیعتاً این قضیه خیلی به اون ایده نزدیکتر شده، یک جهانی یک پارچه داشته باشیم. ولی آخه میدونی این خیلی دور از دسترسه، خیلی واقعا به قول خودت هم رویاییه که ما یک جهان واحد داشته باشیم بدون هیچ مرزی، چون خیلی از عوامل هستن که ما رو محدود میکنه. نمونش همین ریلیجن هایی که الان وجود داره. خب آره میگم یکی ما توسط دین محدود شدیم که آقا مثلا توی مسلمون اینجوری، توی مسیحی اینجوری، توی بودایی اینطوری. یکی هم توسط سیاست هایی که به هر حال کشورها دارن، میدونی، یعنی حاضر نمیشن که مثلا اینو رواج بدن، اینو مثلا چیز بکنن به قول گفتنی. قبل از اینکه این شارژش تموم بشه خب به یه پایان بندی برسونم این قضیه رو که ما الان میگم واقعا هممون گیر افتادیم توی یک سری سیاست‌های اشتباه، توی یک سری از چیزهایی که داره به همون تحمیل میشه که آقا شما خودتو برتر بدون، بقیه همه زیر شما. شاید حتی این جمله درست هم نباشه، خیلی درست نیست، اصلا درست نیست حقیقتا، جمله قشنگی نبود. آره ولی خب میگم چون دارن این دیدگاه رو رواج میدن که ما الان تو دنیا جنگ داریم، وگرنه چرا باید اصلا آدم ها، من همیشه واقعا مثلا این سواله، چرا آدم ها باید با هم دیگه اصلا بجنگن؟ برای چی؟ من برای چی آخه مثلا چه سوال عجیبی پرسیدی. آره طبیعتاً که دقیقاً میخوام بدونم چرا. حالا برای به دست آوردن مرزها، حالا فکر میکنم برگرده به فاشیسم، اون ملیگرایی افراطیه. آفرین. آره. به فاشیسم بر نمیگرده، بذار من اینجوری بهت بگم، به طمع برمیگرده به نظر من. میدونی چرا میگم به طمع برمیگرده؟ یک دلیل خیلی جالب دارم براش. چون ما آدم ها از بدو تولدمون، خب از منظور من بدو تولد یعنی از همون اولیه که انسان دیگه شروع کرد به ایجاد سیویلیزیشن ها، ایجاد تمدن ها، خب ولع داشت به این که آقا باید همه چیز داشته باشه و همه چیز رو برای خودش میخواست. یعنی یک نفر که یه امپراتوری به درست میکرد همه چیز رو برای خودش میخواست. و خیلی دوست داشتم یه نکته رو من توی پارت فیلممون بگم، خب ولی چون دیدم یه خورده با چیزی که میخوام معرفی کنم در تضاده،
خب پس نگو. مثلا یه تیکه شما فقط همینجا بگم، به نظرم اینجوری خیلی بهتره. نگو دیگه. بذار بگم رو دلم میمونه. چند وقت پیش من یه فیلمی داشتم نگاه میکردم به اسم فیزیشین، یعنی پزشک. خب داستان یه بنده خدایی به اسم راب کوب بود که از انگلستان واسه که طبیب بشه، پزشک بشه، راهی اصفهان میشه و اصفهان اون موقع توی دوره‌ای بود که هنوز یک حکومت ثابت نداشت. خب و این توی این مسیری که میره توی اصفهان، خب خیلی سخت بهش میگذره، ولی وقتی میرسه تو اصفهان من یک چیز خیلی جالب دیدم که بازم برمیگرده به جهان بی‌مرزمون. اونم اینجور بود که اصفهان دوره‌ای بود که سلجوقیان تازه میخواستن حمله کنن به ایرانی‌ها و ایرانو مثلا مال خودشون بکنن و خیلی جالبم پادشاه اصفهان شکست میخوره. به نظرت با چی اصلا نابودش میکنن؟ نمیدونم. حالا این پادکست چون قراره تو یوتیوب پخش بشه امیدوارم یه سری پریمیشن ها داشته باشم که حرف بزنم. یک سری همین آقایونی که چیزن بیخیال شو آدمای افراطی مذهبی رو تحریک میکردن سلجوقیان. خب اینه که مثلا ما سلجوقی ها بودن، تحریکشون میکردن که آقا شما از داخل به مردم هجوم ببرید، بگید آقا اینایی که پزشکی دارن میخونن میخوان علم و پیشرفت بدن کافرن، خلاف حرف خدا و اینا، و همین باعث میشه که یه حکومتی از درون شروع کنه به پاشیدن. خب و این خیلی برام جالب بود این قضیه که آقا نگاه کن اینا هم طمع داشتن دیگه، حکومت میخواستن، امپراتوری میخواستن، واسه همین ترجیح دادن آدم بکشن که به اون چیزشون برسن. خب چرا احساس میکنم حرفم داره خیلی دارک میشه؟ نه دارک نمیشه، اتفاقا میخوام ربطش بدم. دقیقاً اینی که میگی برمیگرده خب همین طمعی که میگی. دلیل این که اصلا چرا این ایده مطرح شد اصلا جنگه دیگه، چرا میگن جهان یک بارچه، جهان وطنی فلان اینا، بیشتر برای اینه که خب جنگی وجود نداشته باشه. آیا این ایده باعث میشه که جنگی وجود نداشته باشه؟ اصلا اینو اول مطرح کنیم. باعث میشه به نظرت؟ من فکر نمی کنم. سخت شد جواب این سوال، چون اگه بخوایم جنگی وجود نداشته باشه باید عاملی که جنگ میخواد تا از بین ببری و این باز خودش یه نوع جنگه. ملیگری افراطی رو باید از بین ببری اگه بخوای به این ایده نهایی برسی. خب و فکر میکنم راه حلش جهان یک پارچه نیست. خلاصه که من امید دارم یه روزی واقعا این قضیه خب به شکل بهتر خودشو نشون بده، نه به شکل جنگ، خونریزی، تفرقه یا جدایی یا انسان‌ها از همدیگه و یا حتی تبعیض. و منی که داره گلوم خشک میشه الان و به طرز عجیبی باز میکنیم این بحثو، خیلی هنوز مونده، باتون کار داریم، بشینید پای این پادکست، اتفاقا موضوع جالب میشه. اگه نشسته باشن. نه نشستن 100%. آره بابا چرا اینقدر نفوس بد بزنیم، ما چیمون کمه از بقیه. آره امیدوارم که واقعا همه چی اوکی باشه و ما اینو بعد الان استاپ بزنیم دیگه. استاپ بزن دیگه. خدافظ فعلا. الان ما بعد یه بریک چند دقیقه‌ای دوباره برگشتیم و خیلی هنوز از مباحث قبلی مونده بود، ولی خب بریم ببینیم. آره دفعات دیگه اینطوری نمیشه انشالله. آره نه این خب میگم چون اپیزود قبل اپیزود اولمونه، هنوز اپیزود اول شروع یعنی اپیزود 0 در واقع. البته که بیشتر از اپیزود 0 واقعا مبحث خوبی بود، صحبت خوبی کردیم. آره نه منظورم که چون اولین پادکستیه ما اپیزود 0 گذاشتیم چون تا این کارو انجام نداده بودیم، حتی امتحانیش هم انجام نداده بودیم، خیلی جدید بود برامون. سر همین گفتیم که اپیزود 0 باشه. آره خب داشتیم راجع به این جهان بی‌مرز میگفتیم، داشتیم راجع به دنیای بی‌مرز صحبت می‌کردیم. چیزی که در نهایت خواستم صحبت بکنم راجبش این قضیه بود که خب آقا جهان بی‌مرز رو کی قراره اداره بکنه؟ قدرت مرکزی کجا قراره باشه؟ میدونی؟ آره خب یه کسی باید طبیعتا نظم بده به کل دنیا دیگه، یه سری قواعد و قوانین رانندگی بذاره، یه سری قواعد و قوانین دادگاهی، زندان، فلان بسار، اینا همه باید باشه دیگه طبیعتا. خب اون چه قدرت مرکزیه که اینا رو تعیین میکنه؟ خیلی کار سخت میشه. نظم دادن به کل جهان به این شکل خیلی کار سخته میشه و عملا غیر ممکنه. یعنی عملا این ایده جهان بی‌مرز سیاسی ممکن نیست، غیر ممکنه. پس
شاید ما فقط باید از یه بعد کوچیکی بهش نگاه بکنیم، اونم از این منظر که این بی‌مرز بودنه صرفاً فقط برای آزادی انسان هاست، ولی در قوانینی که باعث مثلا هرج و مرج نشه. میدونی؟ چون تو نمیتونی یه آدم رو یه جایی بذاری بدون هیچ قانونی و هرج و مرج اتفاق نیفته. طبیعتا اتفاق میفته. ما میدونیم اون ایده اولیه که وجود اومد ایده کاملی نبود و بعد که امانوئل کانت اومد این ایده رو کامل کرد یه جورایی با منطق جور در اومد. درسته؟ که آقا درسته ما نمیتونیم یک جهان بابت صدای بک‌گراند اگه میشنوید عذرخواهی میکنم. اصلا قرار نبود اینجوری یهو شلوغ بشه. نه اصلا چیز میکنه دیگه، صدای بک‌گراند رو حذف کنه. تو تصویر قبلی من یادم تو پارت قبلی نگاه کردم اینجا داشتن گلدونا رو آب میدادن. اشکال نداره، اونطوری نیست. اوکیه، نه به نظرم اوکیه، مشکلی که ندارید با این قضیه. به نظرم بهتر از این فضای استدیویی بسته است اینطوری. خودم هیجان داره. میدونی پادکستمون قراره صبح پخش بشه. آره. و پادکست صبح‌ها باشه اصلا. سر همین دوست دارم آدما صبح موقعی که بیدار میشن مثلا این پادکستمون رو پلی بکنن گوش بدن. سر همین دوست دارم یک فضایی باشه که اون حس رو به مخاطب بده، به کسی که نگاه میکنه، به بیننده و شنونده بده. البته میگم یه چند وقت دیگه باید اسمش از سرتیت به سرصبح تغییر بدیم. سر صبح بلند میشیم میایم بدون صبحونه بدون هیچی ضبط. نه دیر بیدار شد، زنگ زدم به هنوز بیدار نشد. نه ببین من خودمو داشتم آماده میکردم ذهنیتی منتالی. خب آره. بچه من بیدار بودم ولی خواب بودم. میگیرید که چی میگم؟ داره زهر میزنه. چی داری میگی؟ نه ببین دیدی آقا مغزت بیداره. نه میدونم همش میگی آقا من الان بلند میشم کارو انجام میدم. بذار توجیه میکنم. خلاصه که آره، ولی خیلی دوست داشتم الان وارد مبحث. بذار اینم بگم، من گفتم جان لنون ترور شد در نهایت. نه نگفتی. جان لنون به خاطر عقیده‌ای که داشت، من فکر میکنم به خاطر اون عقیده‌ای که داشت بود، مخالف جنگ ویتنام بود و توی یکی از صحبتاش اینو بذار از رو بخونم. چون یه حرف عجیبی زده بود و تو اون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم جان لنون تو سال 1980 یا 81 ترور میشه، از دنیا میره. خب یکی از صحبتایی که قبل از این کرده بود مثلا گفته بود که عیسی از بیتلز، خب یکی از بنیانگذارای گروه بیتلز بود دیگه جان لنون. حرفی که میزنه توی یکی از مصاحبه هاش خیلی حرف عجیبی بود. برمیگرده میگه که آره بیتلز از عیسی هم معروفتر شده و معروفتره. خب این صحبت طبیعتاً چی میگن مذهب گراهای افراطی، مسیحیای افراطی رو تحریک میکنه و خب دقیقاً هم این اتفاق افتاد و توسط یه کسی که اسمش یادم نمیاد، چپمن بود. آره فکر کنم چپمن بود اسمش. توسط چپمن ترور میشه و بین میره. یه کسی که خیلی نرمال میاد باش عکس میگیره بعد ترورش میکنه. خاطر عقیده مذهبی نه؟ فکر نمی کنم صرفاً برای عقیده مذهبی بوده، چون اون که میکشتش یه سری چیزای روانی هم داشته. ولی فکر میکنم اجتماع تمامی اینها مخالفت با چی میگن جنگ و صلح طلبی و نمیدونم یه جاهایی ضد دین بودن شاید باعث شد که این آدم ترور بشه و بین بره. دقیقاً خیلی واقعا تراژدی غمناکیه و که آدم بخواد به خاطر ذهنیتی که داره، به خاطر عقیده‌ای که داره، خب نه هر عقیده‌ای ها بچه‌ها این پرانتز باز کنید خواهشاً نگید که آقا مثلا خب داعش هم تفکراتش اینجوری با احترام. نه واقعا نه. خودتون دیگه میدونید کسی که تفکر انسانی داره، کسی که مثلا خودشو محدود به یک چیز نمیکنه، یک اصل توی دنیا وجود داره، اونم اینه که تا وقتی اون عقیده به کسی آسیب نرسونه آزادی که تو بهش معتقد بشی. دقیقاً همینطوره و به نظرم کارکرد خوبی داره این عقیده و کار میکنه. میشه ازش تبعیت کرد. آره خلاصه که به نظرم ببندیم این پارتو یا نه؟ حرف برای گفتن داری باز؟ نه دیگه میریم برای بحث مهاجرت. آره دیگه.
خواستم الان اینو بدوزم به قبلیه. خب خیلی افراد زیادی من جمله خودم هم اتفاقا درگیرش بودم این مدت، بچه‌ها بحث مهاجرت بود. خب الان دیگه شرایط کشورمون هم یه جوریه که همه جوونا فرصتشو داشته باشن فکر میکنم که باید برن، چون اینجا اون آزادی که میخوان رو ندارن، اون چی بهش میگن فرصتی که مثلا میتونن خودشونو ارتقا بدن و ندارن. ولی واقعا من قبل از که بچه این اپیزودو بیام ضبط بکنم تو ذهنم یه بخشی بود به اسم مهاجرت یا رویا، یعنی واقعا در حد اینه که آقا ما فقط بهش فکر میکنیم که آیا مهاجرت میتونه زندگیمون رو بهتر بکنه یا واقعا نه میتونه واقعا بهترش بکنه و صرفا فقط یک رویای ساده نیست، بلکه یک چیزیه که پشتش کلی فکره. خیلی دوست داشتم راجع به این صحبت بکنیم. مهراب، راجع به مهاجرت من حرفای زیادی برای گفتن ندارم، ولی حرف دارم برای گفتن. اتفاقا حرفای زیادی دارم، چرا حرف زیادی نداشتم؟ الان به عنوان یه سوال می‌خوام ازت بپرسم. خب به عنوان یک جوون 23 ساله 24 ساله خودت فرصت زندگی عالی رو توی اینجا می‌بینی یا توی کشور دیگه می‌بینی؟ خب چیزی که هستش، خب اول اینو مشخص بکنیم که من به عنوان یک جوونی که خب طبیعتاً انرژیم بیشتره، ریسک پذیریم بالاتره، میتونم الان یه زندگی جدیدی شروع بکنم چون زندگیم صفر، مشکلی ندارم برای مهاجرت کردن. آره من تو این سن خیلی به مهاجرت کردن فکر میکنم. چرا؟ چون اگر من توی ایران تو این شهر روزی 10 ساعت کار بکنم با منی که توی کشور دیگه با همین مهارت‌ها روزی 10 ساعت کار بکنه خیلی فرق میکنم و خیلی موفق‌ترم، خیلی پاداش بیشتری به دست میارم، موقعیت‌های بیشتری هست و طبیعتاً برای من خیلی بهتر قراره باشه اون دنیاه. ولی خب اینم اضافه بکنم که سری چالش هم وجود داره توی مهاجرت طبیعتاً 100%. اصلا همه جا چالش‌های خاص خودشو داره و مهاجرت هم از این قائله مستثنا نیست. میدونی مهاجرت برای ما ایرانی‌ها یکی از معضلاتیه که ما همه جوونا باش درگیر میشیم توی برهه‌ای از زندگیمون، چه از نظر منتالی و فکری. یعنی طرف فکر میکنه که آقا من باید مهاجرت بکنم، من فرصت زندگی رو توی جای دیگه دیدم. این خودش یه چالشه. چالش اصلی از جای شروع میشه که همه چی اوکی آماده باشه و شما بخوای اقدام به رفتن بکنی. من صرفاً پسرها رو مثال میزنم چون به هر حال میدونم که اونایی که مثل من خدمت نرفتن هنوز خب خیلی چالش بدتر و بزرگتری رو در پیش دارن. یعنی از مجوز خروج از کشور که شما باید التماس 1000 نفر بکنی که واسه این مجوز صادر بشه، تا اون مبلغ وثیقه‌ای که میخواید بذارید برای پاسپورت و تاریخ رفت و برگشت باید تعیین بکنید و 1001 نوع مرحله داره که شما برسی به مرحله بلیط خریدن و رفتن. خب وقتی طرف از نظر من وقتی میبینی آقا این همه سختی دارم میکشم اینجا خب که به یه زندگی رویایی برسم، پس میگم آقا اوکی ارزششو داره واقعا. آره گرمه، درکت میکنم چون احساس میکنم درم باز میذارن. اصلا اون کولر من رفتم زیرش، کولر اصلا باد خنک. آره این گرمای اینجا هم بچه‌ها خیلی خودش هم یه چالشه واقعا. حالا که الان مهاجرت نکردیم من و مهراب به خاطرش ولی خب تو برنامه شاید باشه. قطعاً آره این یه سورپرایز هم میبینید ولاگ مهاجرت میشه پست بعدی. منو آبشار نیاگارا یهویی اصلا هم ای آی نیست، میذاریم کنار نیاگارا. آره همونجا اپیزود دومو ضبط میکنیم. آره خلاصه و میگم از نظر من بازم میگم یکی از سخت‌ترین کاری که ما جوونا داریم میکنیم همین بحث کار کردن تو خود کشوره. و چه مثال قشنگی زدی، چه قشنگ بود که آقا منی که 10 ساعت اینجا کار میکنم با منی که 1 ساعت داره مثلا توی کشور خارجی کار میکنه اصلا برابر نیست. اون 1 ساعته معادل مثلا شاید 1 ماه اینجا باشه. و به قول گفتنی میخوام الان یه سوالی از خودت بپرسم مهراب، خیلی دوست دارم نظر تو رو بدونم. تو فکر کن الان میخواد فرصتش همه چی واسط اوکی شده خب میتونی بری، دلبستگی داری که مثلا بگی که وای من دلتنگ میشم و اینا؟ معلومه که دارم. ببین من خیلی آدم خانواده دوستیم، هرچند که خب همه تو خانوادهشون یه سری چالش‌ها دارن،
ولی خب عمیقا من خیلی خانواده دوست دارم. یعنی اون ارتباطی که با خانواده‌ام دارم از لحاظ احساسی ارتباط زیادیه، اینطوری نیست که بتونم ازش صرف نظر بکنم و بگم اوکیه نه بابا چیزی نیست. نه قطعا دلتنگی برای من اتفاق میفته، تنهایی رو قطعا به شکل زیادی تجربه میکنم. من آدمیم که باید دورم شلوغ باشه و باید اطرافیانم من رو به جلو هل بدن. یعنی نمیدونم رفیقم زنگ بزنه بگه بیا بریم باشگاه، اون یکی زنگ بزنه بریم بیرون، کسی نباشه میمونم خونه. خب با این تنهایی میاد سراغ من. طبیعتا من توی کشور دیگه با این ویژگی‌های شخصیتی خیلی سختمه، تنهایی رو تجربه میکنم، دلتنگی رو تجربه میکنم، چالش‌های خیلی بیشتری رو تجربه میکنم و آره چالش‌های برای من چالش‌ها این شکلیه. حالا جدای از چالش‌های مالی که میگی تو فرصتش رو داشتی، از لحاظ احساسی بخوای نگاه بکنی به قضیه بعدی هم که هست، به هر حال من اینجا خاکمه، وطنمه. خب بالا در تضاد با مبحث قبلی نباشه، ولی خب به هر حال آدم یه حس خاصی داره. آره. میدونی؟ میفهمم جزئی از هویت منه. من فردا پس فردا برم یه جای دیگه میخوام بگم من کجاییم، من کیم، من ایرانیم، اهل خرمشهرم، من فلانم. خب این ویژگی هویت منه، نمیتونم صرف نظر بکنم ازش. آره میدونی من خیلی از جوانای همسن و سال خودمونو که میبینم دارن برمیگردن اغلب به خاطر همین موضوعه. یعنی خیلی ها میگن که آقا ما دلمون تنگ میشه، یه حس غربتی داریم اونجا، کسی نیست که مثلا باش اوکی بشیم. البته شاید هم باشه ها، ولی خب میگم اکثرا به خاطر همین حس تعلق برمیگشتن. میدونی کلا دو نوع آدم به نظر من وجود داره، که آقا دل میکنه از همه چی و میگه آقا اصلا برام مهم نیست، گوره باباش من میرم. خب زندگی خودشو اولویت قرار میده که همون تفکر منطقیه. یکی تفکر احساسیشو میاره به اولویت قرار میده، یعنی میگه من دلتنگ خانواده‌ام میشم، من دوست دارم با بچهای خودمون برم بیرون دور کنم، دوست دارم مثلا شب که میشه با رفیقام با یه کافه‌ای برم، یه میتینگی شرکت بکنم. خب چون شاید خیلی چیزایی مثلا اینجوری که ما تو ایران داریم اونور نیست به این صورت. میدونی یکی از دوستای من که مقیم کاناداست بهم میگفتش که موقعی که تهران بودم مثلا ساعت 10-12 شب میرفتیم کردان اینور اونور، همه جا شلوغ، همه مردم اومده بودن بیرون. ولی میگم اومده بودم تو کانادا صبح همه کاراتو باید میکردی، میخواستی پارتی بری صبح با هم میرفتی، میخواستی نمیدونم کار روزمره صبح پارتی نمیره، ولی خب این کلا میگه همه چیشو رو صبح میچرخید. میدونی کانادا کلا کشور این شکلیه، خیلی ذوق و شوق و هیجانشون کمتره. مثلا شهرها و کشورهایی که میتونی بری مثلا نیویورک و یا آمریکا مشخصه دیگه، شهر خیلی پر انرژیه، پر جنب و جوشن خیلی توش، یعنی شهر زنده‌ایه. شهرهایی مثل نیویورک که خب خیلی پر جنب و جوشه، فیلم‌ها سریال‌ها دیدی طبیعتاً، بلاگ دیدی یوتیوب دیگه، خیلی شهر پر جنب. من نرفتم طبیعتاً، کاش میرفتم. دلستافاس توی کانادا ضبط شده دیدی دیگه، همون دیگه مشخصه. کانادا خیلی کشور میدونیم آرومیه، زیاد برای ما ایرانی‌ها مناسب نیست. دیوانه بازی یهو بریم این ما ایرانی‌ها کارای رندوم به هیچی محدود نمیشیم، اینو قبول کن. یه توییتی خوندم یه بنده خدایی بود میگه رفته بود توی قطب شمال، خستش میشه میشینه روی یه صندلی، خب یه پیرمردی کنارش داشته سیگار میکشیده، این دستش یه جو میذاره رو پاش، میگه هی چه زندگی سختی. میگه پیرمردم دستش گذاشت روی شونه‌ام، خب اب نداره جوون درست میشه. گفتم شما ایرانی تو قطب شمال چیکار میکنی؟ دقیقاً همین باشه همین جوریه، یعنی ما ایرانی‌ها پخشیم، همه جا هستیم. دقیقاً آره حتی تو قطب شمال. و اینم می‌خواستم بگم، اینم دوست داشتم اضافه بکنم الان یادم اومد که ما ایرانی‌ها توی خارج از کشور خیلی موفق‌تریم. خیلی آدمای گنده هست از ما توی حالا دنیا. آقای منصوری، حالا منصوری نمونه شاید کوچیکی شاید باشه ولی در خودش بزرگه واقعا. خیلی نمونه‌های بزرگتر گنده تر. من یه پادکستی که گوش میدادم
خلاصه که با آدمای درست حسابی مصاحبه میکنه، آدمایی که موفق شدن توی دنیا، ایرانیان، مصاحبه میکنه، صحبت میکنه. خیلی ما ایرانی موفق داریم، ایرانی بترکون داریم. یه ولاگ دیدم، حالا خیلی خیلی نامربوطه به مپ هست، نه راحت ولی یه ولاگ دیدم چند روز پیش تو یوتیوب. ما خیلی یوتیوب میچرخیم، من فکر می‌کنم آره خیلی زیاد. من بیشتر از این که برم اینستا میرم یوتیوب، حس میکنم تایمم مفیدتر میگذره تا برم اینستا. خلاصه که یه ولاگی گذاشته بودم، داشتم نگاه میکردم، یه دقیقاً فامیلیش یادم نمیاد، یه آدمیه به اسمش امیده، مثل این که تو کار تجارت ماشین، خرید و فروش ماشینه و خلاصه که یه شیرون خریده بود، یه بوگاتی شیرون گرفته بود. این بوگاتی شیرونه، چند تا بوگاتی شیرون مگه تو دنیا وجود داره؟ چند تا؟ 500 تا. کلا لیمیت داره. 500 تا بوگاتی شیرون تو دنیا وجود داره که میگفت یکیش، من خودم 3 تاشو خرید فروش کردم، یه تعداد قابل توجهیش هم دست ایرانیاست. اون پول، اون میدونی اون سطح از موفقیت طبیعتاً 9 دقیقه تایم بیشتر نداریم، دست هر کسی نیست. به نظرم بریم سراغ بعدی. یه اپیزود فیلمم بذار همینجا بریم جلو که دیگه واسه این پارت اینو ببندیم که دیگه بدونیم حداقل تو اپیزود شماره 1 قسمت اولمون قرار نیست دیگه این مشکل حواس پرتی به خاطر شارژ لپتاپ داشته باشیم. بهتره که اصلا اپیزود اول خورده کوتاه‌تر باشه که آره این اپیزود ترجیحاً مثل بعدی قرار نیست باشه و بعدی خیلی قرار طولانی‌تر باشه و این میگم صرفاً یک نسخه اولیه است، یه بتایی از کارمونه، میشه گفت. توی پارت فیلمی که می‌خواستم معرفیش بکنم و داشتم تو ماشین راجبش باهات صحبت می‌کردم، چند وقت پیش یه فیلمی اکران شد خب به اسم ابسیشن، یعنی وسواس یا وسوسه. خیلی فیلم جالبی بود، یه فیلم ترسناک درامی بود که برخلاف تمام چیزهایی که ما توی فیلم‌های ترسناک می‌بینیم، یعنی مثلا یه خونه‌ای که جن زده شده یا مثلا یه شیئی نفرین شده پیدا میکنن و اینا، این میدونی چه جور بود مهراب؟ حالا نمیخوام اسپویل بشه، خب راجع به این بود که یه پسری از یه خانمی خوشش میاد، نمیتونه بهش بگه، هر کاری میکنه نمیتونه بهش بگه، خب نمیتونه ابراز احساسات بکنه و یه روز تصمیم میگیره که براش یه هدیه‌ای بخره و هرچی میگرده هدیه خوب پیدا نمیکنه تا یه شکلاتی پیدا میکنه که هر آرزویی بکنه برآورده میشه. این نمیدونسته این دقیقاً چی کار میکنه و به خاطر خودخواهی که داشته و میخواسته این خانم مال ایشون باشه. اینجاش من توی ویدیوی احسان منصوری دیدم، اینستا گذاشته بود معرفی میکرد، برمیگرده دختره رو عاشق خودش میکنه. آفرین، دقیقاً این کل ماجراه و دیگه از اینجا شروع میشه به دارک شدن قضیه، یعنی تا یه جایی این عشق قشنگه ولی از یه جایی به بعد شروع میکنه به بد شدن، میدونی؟ ترسناک میشه. آره خیلی ترسناک میشه و پیشنهاد میکنم حتما ببینید ابسیشنو تا یه بینش جدیدی نسبت به هم فیلم‌های ترسناک پیدا بکنید، هم راجع به عشق افراطی، اون خودخواهی افراطی انسان. خب حالا من فیلمای این سبکی رو خیلی بیشتر دوست دارم، فیلمای ترسناک این سبکی رو خیلی بیشتر دوست دارم. فیلمایی که صرفاً برای چرت و پرتی تو رو نمیترسونه، تو رو میبره توی یک داستانی و درگیرت میکنه که خیلی به واقعیت نزدیکی از اون کلیشه های فیلم های ترسناک خارجه، اونطوری میترسونتت. اون فیلم ها رو من بیشتر میپسندم تا اینکه بشینم به 4 تا فیلم ببینم که جامپ اسکر میپره تو صورتت میترسی. جالب بدونی این فیلم مثلا جامپ اسکر نداره. میدونم آره، سر همین دارم میگم دیگه و خیلی جدید بود. من ندیدمش ولی قطعا میبینمش. من یه فیلم معرفی کنم، بعدش 2 تا موزیک معرفی میکنم، بعدش هم که حالا چیزو بگیم، قضیه پادکست رو بگیم و تمام. 8 دقیقه تا 8 دقیقه داری؟ خوبه، اوکیه. این صدا و سیما شدیم. 8 دقیقه تایم داریم. باید سریع جمع بکنیم. الان که با دیپا هم بندازنمون بیرون. حالا چطوریه؟ چرا 8 دقیقه؟ به خاطر شارژ این. آره به خاطر شارژ لپتاپه. فردا که نه، هفته دیگه. آره من لپتاپمو میارم اوکیش میکنیم. خب اینو بگم، من فیلمی که میخوام معرفی کنم ویپلشه. کارگردان فیلم لالالند رو دیدی؟ آره. خیلی فیلم خفنیه،
فیلم موزیکال خیلی خفنه. یه چیزی هم داره راجع به موزیکای جاز و اینا، لا لا لند رو دارم میگم. ولی ویپلش فیلمی بود که من میتونم بذارم توی اون تاپ 10 فیلمایی که من تو زندگیم دیدم. خیلی من با این فیلم حال کردم. یک چیزی رو نشونه من میده که خیلی لذت بخشه. ببینیدش حتما. یه چی میگن جلس گای باز مال جان لنونه برای سال 1971. یه موزیک سافت راک، حتما گوش بدید، خیلی باحال. راجع به یه پسر حسوده که میگه آقا من ببخشید اگه اذیتت کردم این حرفا. حتما اینو توی کانال تلگرام پادکست میذاریمش. و آهنگ وومن که قبل از ترور جان لنون منتشر میشه، آخرین آهنگیه که جان لنون منتشر میکنه، چند هفته قبل مرگشه، برای سال 1980. خلاصه که آقا این از این مرسی ازت. امیدوارم که امیدوارم که واقعا این پادکست براتون لذت بخش باشه. و بچه‌ها اگه ایرادی هم تو کار هست میگم، بخاطر اینکه این اپیزود قبل اوله و اپیزود اول ما قراره خیلی خفن‌تر از این هم باشه، حتی به صدام توجه نکنید چون یکم محیط شلوغ شد. و مرسی مهراب، قربونت، چکرم. امیدوارم که توی اپیزود بعدی بیشتر بهتر کنیم. آره و بچه‌ها ابسیشن رو حتما ببینید، پیشنهاد میکنم. کاری ندارم، حمایت کنید، ساب لایک شیر حتما. بابا ما کامنت انگلیسی یادتون نره، تازه شروع کردیم، حتما نیاز به طبیعتا ساپورت داریم. دقیقاً با یه انگیزه اومدیم، امیدوارم که بی انگیزه نشیم. به قول یکی از جملات معروفم توی اینستاگرام، همیشه توی داستان ترسناکام میگم که امیدوارم که زنده ببینمت دوست من. خیلی جالب بود. خدافظ.